مشکل آب در جمهوری اسلامی به وجود اومده یا قبل از این هم ما مشکل آب داشتیم؟ زوم میکنه آقا آب کم مصرف کن. چشم. کجا گفتیم مدیریت دست من باشه، من مصرف کننده باشه که من بیام این کار انجام بدم؟ سدی داره پیگیری کنه این امر؟ چرا خب؟ از مسئول وقت میپرسید. خب میتونه حل فرآیند حلش کن. میگم مشکلات عمده ما مدیریت فرآیند این دو تاست. سعی کنن اسم کسی نیارن که فردا دادگاه نرن. اضافه برداشت میکنن. آبی که وارد نمیشه ولی داره خارج میشه. خود مردم اگر درگیر بشن موضوع نقش که داشته باشن مدیریت میکنن. اون تعارضی که فرمودید ما برنامه‌های توسعه‌مون با اون سیاست‌های کلی نظام داره که بهتره که از سرشاخه شروع کنیم بیایم پایین. از حدود 80 کشوری که این کار بارورسازی رو انجام دادن و انجام میدن چیزی حدود 16 تا کشور صاحب تکنولوژی هستند. ما هم بلدیم؟ خب ما هم جزو 16 تاییم.